کتاب علم، خواندن حدیث بر محدث. و از ابو واقد لیثی رضی الله عنه روایت است که گفتند در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با مردم در مسجد نشسته بودند، 3 نفر داخل شدند. 2 نفر آنها نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و سومی رفت. آن 2 نفر به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستادند. یکی از آن 2 نفر جای خالی در بین مردم برای خود پیدا کرده و نشسته و دومی پشت سر آنها نشست. سومی برگشته رفت. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فارغ شدند، فرمودند آیا نمی خواهید شما را از احوال این 3 نفر با خبر سازم؟ اولی به خدا پناه آورد، الله تعالی هم او را پناه داد. دومی حیا کرد، خداوند هم بر حالش رحم کرد. سومین که روی گردانید، الله تعالی هم بر وی غضب کرد. رواه البخاری.